Paradies noch nicht gesehen haben. Hier ist es. Das heißt in einem Lied, if paradise is half as nice. Das kann man nur bauen. Ja. Aha, şu tarafa. Her kıvamış zebatlar az var gözükür. من سال 1978 یعنی میشه 45 سال پیش من اینجا بودم، ولی اون تاجیکستان دیگر بود. حالا که میبینم این تاجیکستان پیشرفته، تاجیکستان مترقی، یک تاجیکستان نو هست و در این روز نوروز که روز نو هست من تاجیکستان را هم نو میبینم و امیدوارم همیشه نوآوری ها بیشتر شود. هر روز که ما یک گوشه تاجیکستان را میبینیم بهتر از دید دیروز ماست. امیدوار هستیم فردا پس فردای هم که اینجا میاییم چیزای خوبتر و نقصتر ببینیم. سالهای زیاد در آلمان هستم و این را هم میدانم تاجیکستان نوین ساخت دست کی هست. اینجا میتونم نام یک نفر را بگیرم و اون را من خوب میشناسم. من شاهد هستم که پیشوای ملت تا چه اندازه، حتی شنیدم که تمام چیزایی را که اینجا غرس کردن بسیارایش با دست خود نشاندن. این پیشوای ملت تاجیکستان و پیشوای ملت تمام تاجیکان جهان است که ما هم از اون دوره هستیم. تاجیکستان شما که بهتر میدانید 93% یا فیصدش کوهستانی است. جایی که کوهستانی باشد آبم زیاد است. ما اتفاقا دیروز در شهرک نارک رفتیم. این عظمت، این ساختمان، این چیزها را به چشم سر دیدیم. آب، برق، ساختمان، همه این از زحمت هایی است که ایشان کشیدن و ما شخصا سپاسگزار هستیم. من کشورهای بسیار را دیدم، ولی به این اندازه در سرعت و ترقی کمتر دیده باشم. حالا چیزای ساختمانی را که میبینم میگم این در ظرف 30 سال 32 سال شد چقدر اینا پیشرفت کردن. تاجیکستان جای شعرا بزرگان است، رودکی بزرگ، نامای زیاده هست، ولی کسی را که من میشناسم دوبار از نزدیک دیدم، لایق عزیز ما شیرعلی زنده یاد، بعدش استاد صدرالدین عینی که کتابایش ما قبلا هم میخواندیم. اتفاقا صدرالدین عینی با عمک مادرم هم دوره هستش. ما با اونا آشنا بودیم ولی تاجیکستان را از نزدیک ندیده بودیم. وقتی که تاجیکستان آمدم این تاجیکستان امروزی نبود. امروز آمدم دیدم که از زمین تا آسمان فرق کرده. من روزای اول باورم نمیشد که در تاجیکستان هستم، ولی اسمی از بهشت، اسمی از ما میگیم جنت شنیده بودیم، ولی وقتی که حالا میبینم این همه شگوفه ها و این خوشبویی و این پرنده ها و این دوستی همه دوستای عزیز ما را میدانم که من واقعا الان در بهشت هستم. من از 5 سالگی کوشش میکردم پرنده ها را نقاشی کنم. علت که ماهی را تا حال دوست دارم، من هر فلس ماهی را رسم میکردم 5 ساله. بعد همین طوری همین قدم به قدم از نقاشی رفتم به توسعه خطاطی، چون میشنیدم رودکی شاعر است، چی میگوید با کدام زبان میگوید، حتما به فارسی مینویست. بعد شروع کردم فارسی نویسی را. خط نستعلیق این خط خودم است. در پهلوی از این
شروع کردم روانشناسی، پسیکولوژی. بعد دیدم که انسان ها چهره های مختلفی دارن. بعد از اونجا شروع کردم به پیکر تراشی و از 16 سالگی من شعر میگویم. شعر، نقاشی، خطاطی و پیکر تراشی. 4 رشته را من یک جا پیش میبرم. در 1978 زمانی که مجسمه سزار را می ساختم، همونجا من با زنده‌یاد لایق شریلی آشنا شدم. بعد دیدن که خیلی زیبا هست، گفتن شما باید مسکو درس اکادمیک بخوانید. بعد رفتم اونجا. باورشان نمی آمد که یک بچه از درواز، از شغنان، از کابل می آید و به این قشنگی تراش می کند. اون گفت شما شعرم می گوید؟ گفتم بسیار کم. گفت که هر مجسمه ساز خودش یک پیکر تراش است و هر پیکر تراش خودش یک شاعر است. بعد این شعر را برای من گفتند، یادشان زنده یاد. هر پاره سنگش یک پارچه شعر کوثر است. این از زنده یاد لایق است. هر پارچه سنگش یک پارچه شعر کوثر است. هر پارچه شعرش یک پیکره زیبای مرمر است. در هیچ کدام از کلیاتش تا حالا چاپ نشده، این فقط پیش من نگهش داشتم و این باعث شد که من راه پیکر تراشی را ادامه بدهم و تا امروز ماندم پیکر تراش. پیکر تراش پیرم و با تیشه خیال، امشب طراز مرمر سپید آفریده‌ام. شعر نادرپور. بیشتر کارهای من در آمریکا، در ترکیه، در آلمان زیاد است. مجسمه‌های بلند برنزی. ولی زمانی که من راه میرم اینجا به حیث یک تاجیک بگم کاش یکی کارهای من هم اینجا می بود. من کار را که آوردم در این نزدیکی ها برملا می شود. بعد می بینین که اون شخصیت که هست. ناگفته نماند من اساسگذار پسیکوریالیسم تمام جهان هستم. مجسمه‌ای که می سازم نه اینکه قالب بگیرم مثلش بسازم. من قبلا مطالعه می کنم، می خوانم، می بینم این کی هست، چی هست، چی می خواهد، روانش را. بعد اون را می ریزم توی تندیس. من مطمئنم که این همه زحمت و همه خدمت و همه روان این شخصیت را شما در اون می بینید. در افغانستان که من زادگاهم در کابل بود، ما نوروز را به گونه دیگر چیز میکردیم. در ایران همچنان تجلیل میشود، در آسیای میانه، حتی در هند و پاکستان هم. ولی با این عظمت و با این شکوه که من در تاجیکستان دیدم در هیچ نقطه دنیا نیست. این بستگی شما را نشان میدهد، یک پارچگی، افتخار به فرهنگ را نشان میدهد. دیگر کشورها، ایران، افغانستان ما هم داریم ولی نه به این پیمانه. من شنیدم خیابان رودکی، خیابان اسماعیل سامانی، همه اسمای باستانی اینجا هست. در یک کشوری که با نامهای بزرگان خود مینازند و باید هم بنازند و ما هم فخر میکنیم، همین تاجیکستان. اول سلام برای همه شما. احساس من بار اول که اینجا آمدم یک کشور پاک و تمیز و خیلی مهمان نواز. اینجا همه جا دارن آباد میکنن، هنوز سر زیر کار هست و این نشانه این است که اقتصاد خیلی خوب و قوی شما دارید و اقتصاد کشور و کسانی که کار اقتصادی را پیش میبرند با شرکت های مختلف، اینا کار بسیار خوبی در اینجا میکنه. و چیزی که از همه مرا دلباخته ساخته طبیعت بسیار زیبای خوش آب و هوای خوشبو که ما در کتابخانه دولتی بالا شدیم. یک بار خود را چرخاندم، دیدم که کوههای پربرف. چیزی را که من دیدم اگر برای آلمانیایی که این عکس را ببینن اصلا باورشان نمی شود. فکر میکنن این یک چیز رسم شده و فوتومونتاژ هست. بار اول است که در تاجیکستان آمدم در زندگی خود و خیلی از جاها سفر کردم و
یک ضرب المثل هست که میگن یک بار دیدن بهتر از 1000 بار شنیدن. من حالا با چشم خود دیدم چیزایی که شنیده بودم چیز دیگری. از نظر وظیفه‌ای کار را که من پیش میبرم به حیث ژورنالیست و هر روز می‌نویسم، میخواهم ثابت کنم که این کشور تا چه اندازه برای توریسم دلچسب و مهیا و خوب است. توریسم معنیش این نیست که از نظر اقتصادی اینجا برای شما یا برای ما پول بیارد. انسانها را با هم نزدیک میکند، دلهایشان را میبینند در چه احساس و در چه زندگی و در چه شرایط هستند. من در شهر برلین با ژورنالیستی که پیتر زیگر اسمش هست صحبت کردم. اون در کواتس تولد شده، در آلمان بزرگ شده و خیلی کشورهای جهان رو دیده. اون پیش از سفرم برای من گفت شما اگر تاجیکستان را با چشم سر ببینید هیچ باور نمی کنید که این کشور چقدر زیباست. اصلا واژه ها پیدا نمی‌کنید. و من حرفای همون پیتر را حالا تایید میکنم که این آقا چقدر گپ درست داره، چون ما درباره تاجیکستان فکر دیگری داریم. تشکر میکنم و خوشحال هستم که اینجا با شما هستم. یک بار دیگر نوروز شما مبارک. تشکر زیاد میکنم برای دعوتتان و تاجیکستان. بسیارم خرسند هستم از حضورم در اینجا. کارشناسی بخش مسائل آسیا مرکزی هستند، لیکن بار اول در تاجیکستان حضور دارم. هیچ تصوری درباره خود تاجیکستان در اول نداشتم، ولی حاضر باشد از اینکه بسیار شگفت زده شدم، جملاتی من نمیتونم توصیف کنم حس و حال من. وظیفه اساسی من در اینجا این معرفی یک بار دیگر تاجیکستان به مردمی من در کشور آلمان باشد و در راه برگشت در پی بسیار از سرخطهای بسیارتر سیاحی برای از آلمان به تاجیکستان باشد. موردی که لازم به ذکر است این آشپزخانه بسیار هم با مزه تاجیکانه می باشد که از روز اولی سفر حضورم در این کشور بسیار از این طعم‌های لذیذ چشیدم، مزه کردم که برای ما آلمانی ها یک بسیار چیز عجیب است، چون ما بسیارتر گیاهخوار هستیم. از غذاهایی که با گیاها و علف ها تهیه می شود از اون استفاده می کنند، لیکن در آشپزخانه تاجیکانه همه نمود هست، هم غذاهایی که از با گوشت درست کرده می شوند و هم با گیاه. از حضورم در این کشور بسیار شگفت زده هستم، بسیار خوشحال هستم و فرح بخش است حضور من در این کشور. از اونجایی که دیدم بسیار ساختمان‌های سر به فلک کشیده زیبا در سطح شهر قرار دارند و تمام این آبادی کاری‌ها، تمام این منظره‌های زیبایی که حتی در خود پایتخت پابرجا هستند، این دلیل از آن همه زحمت‌های شبانه روزی محترم امام الرحمن پرزیدنت کشور تاجیکستان را می‌دهد که من می‌فهمم که این کس در سطح جهانی که آبروی بلند دارن این از چی سبب است. حاضر به این رسیدم. لازم به ذکر است که برای تمام سیاحان خارجی، مخصوصا سیاحانی که از کشور آلمان به اینجا سفر میکنند، یک مورد اساسی این صلح و ثبات امنیت پابرجا در سطح کشور می باشد که این باعث میشد هر سیاح اطمینان پیدا کنه، با اطمینان خاطر سفر کند و من این صلح و ثبات و امنیت رو در کشور حس کردم با حضورم در اینجا و یک بار دیگر تشکر خودم رو بیان میکنم برای تمام اون مهمان نوازی ها و مهمانداری بسیار صمیمی که در این چند روزی حضورم دیدم. به عنوان یک کارشناس مسائل آسیا مرکزی وظیفه اساسی من این است که در راه برگشت در لکسی های خودم، درس های لکسیونی کشات که دارم با تمام مقامات دیپلماتی و غیر دیپلماتی، این دفعه درباره تاریخ تاجیکستان، این ملت، این مرز و بوم اطلاعاتی کافی به دست آورده و آنها معرفی کنم. بسیار خوشبخت از آن هستم، بسیار یک آدم خوشبخت هستم که در آستانه جشن باستانی نوروز در تاجیکستان، در وطن نوروز قرار دارم و اون همه تیاری ها را با چشم خودم میبینم، آن همه خوشحالی های مردم تاجیکستان. مخصوصا امروز در کنفرانس بین المللی اشتراک داشتم با عنوان نوروز میراث فرهنگی ختم شد. بسیار یک جدیت تیاری دیدن، به عنوان جدی بودن این مراسم را با چشم سر دیدم و نمیتونم تحمل کردن که روزهای بعد چه اتفاقی میافتد. خیلی هیجان زده هستم و با واسطه صفحه‌ای که در فیسبوک دارم و واسطه اخبار اوما تمام اون حسیات خودم با قلم میارم و با دوستان و هموطنانم در آلمان بازگو میکنم. Social media to Germany so that the people can see, oh, I have to come to Tajikistan.
سپاس به تمام آن زحماتی جناب عالی محترم پیشوای ملت امام علی رحمان که اینقدر شبانه روز زحمت میکشند. از روی این همه زحمت ها ما میتوانیم بسیارتر برنامه های وسیع‌تری داشته باشیم برای در زمینه نزدیک کردن باز هم مردمی کشور تاجیکستان و کشور آلمان در زمینه سیاحی. همونطور که معلوم است تاجیکستان یک کشوری است که دارای پتانسیل بسیار قوی و امکانیت های بسیار هم برهوا برای پیشبرد این ساحت داراست و ما در آینده تلاش میکنیم باز هم هر یکی ما که باز هم مستحکم کنیم روابط بین دو کشور را. To my opinion, Tajikistan has very great opportunities, but of course there must be done a lot of things. But you have a good president, I think he knows it, and so he will activate a lot of projects.